بسم الله الرحمن الرحیم. خب سپاس و هزاران سپاس الله رو که تونستیم در داستانی دیگری از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خدمت شما باشیم. در این جلسه هم داستان بانوی بزرگواری رو خواهیم خوند با هم دیگه از بانوان صدر اسلام. داستان لیلا بنت ابی حسمه. لیلا بنت ابی حسمه اولین زنی است که به مدینه مهاجرت میکنه، از مکه به مدینه مهاجرت میکنه. این هم مثل سایر کسانی که در مدینه هستند در به سوی دو قبله نماز میخونه، به سوی بیت المقدس و به سوی کعبه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه از حال ایشون میپرسید و جویای احوالش بود. ببینیم ایشون کی هست، لیلا بنت ابی حسمه کی هست. خب نگاه کنید، اطراف کعبه بت‌های متعددی بود، درون کعبه هم به همین صورت. میشه گفت کعبه محل جمع آوری سمبول‌ها و بت‌های مشابه یا به قول ما کپی شده بت‌های مشهور جزیره عرب بود، لات و منات و عزا و هبل و امثال اینها. مجموعی از صدها بت در درون و بیرون کعبه وجود داشت که متاسفانه قریشیان مبتلا به شرک شده بودند. بهشون میگفتن چرا شما اینها رو پرستش میکنید؟ کی گفته ما اینها رو پرستش میکنیم؟ اینها سمبل ها و واسطه های ما نزد خدا هستند. اینها تصاویر جنیان و فرشتگان و انسان های صالحن. ما به اینها تقرب میجوییم با قربانی دادن، با سجده کردن، با دست بوهالیدن، با بوسیدن، با نذر کردن پیش اینها رو واسطه بین خودمون خدا میکنیم. ما نعبدهم، ما اصلا اینا رو عبادت نمیکنیم الا لیقربونا الی الله زلفا، مگر اینا رو ما رو به خدا نزدیک کنن. ما میخوایم اینا شفاعت ما رو بکنن، واسطه بین ما و خدا بشن. ما که آبرو نداریم، اینها آبرو دارن. این آیات قرآنیه. بله ما الله رو قبول داریم. خدا میگه اگر بپرسی از اینا کی آسمان و زمین رو خلق کرده، کی چه کار کرده، میگن حتما میگن الله. خب این متاسفانه این شرک و خرافات و این پلیدی هایی رو که مشرکان بهش مبتلا شده بودن، خب هر عقل پاک و سالمی که اینو نمیتونست بپذیره. وقتی اینو میدید بعدش میومد. چگونه شما چیزهایی رو میپرستید، واسطه کردید، نمیبینن، نمیشنون، نه کاری از دستشون برمیاد، نمیتونن حتی یک پشه‌ای رو از خودشون دفع بکنن، هیچ توانایی ندارن جز خواب و خیال و قصه ها و خرافاتی که دیگران نقل میکنن. خب این طبیعیه که این اتفاق میافتاد تا اینکه خداوند رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو برانگیخت به عنوان پیامبری، به عنوان پیامبر خدا و آخرین پیامبر الهی، تا رسالتش رو بده و مردم رو به سوی توحید دعوت کنه. بابا چشماتون رو باز کنید، گوشاتون رو باز کنید. چگونه چیزهایی رو که نمیشنون، نمیبینن، نه توان دفاع از خودشون دارن شما پرستش میکنید؟ این در واقع پرستشه. چه معنا داره که شما برای خدا شریکانی قرار بدید، اینا رو واسطه های نزد خدا بدید؟ خدا که شریک نداره. این کارها چیه؟ این رفتارها چیه؟ تا بالاخره این توحید اومد. این توحید که بالاخره در بین مردم شروع کرد شکل بگیره. خب کاروان اولیه‌ای از سابقین اولین از زنان و مردان بالاخره در مکه شکل گرفته بود. در ابتدایی ترین شرایط این کاروان دعوت توحید لیلا بنت ابی حسمه هست. خوب داشته باشید، لیلا بنت ابی حسمه هست که از همون قریش هست. ایشون همسر صحابی بزرگوار عامر ابن ربیعه هست رضی الله عنه. لیلا بنت ابی حسمه، لیلا همسر کیه؟ عامر ابن ربیعه هست. خوب دقت کنید، همسر ایشون هم عامر ابن ربیعه. قبلا ما در این داستان نقل کرده بودیم بحث عامر ابن ربیعه رو در داستان‌های سیمای صحابه. میتونید به کانال یوتیوب شبکه مراجعه کنید، اونجا این داستان رو ببینید. خب عامر ابن ربیعه همسر ایشون با خطاب ابن نفیل هم پیمان بود. بالاخره ایشون اومده اونجا پیمان بسته بود و با پدر کی؟ با پدر حضرت عمر. با پدر حضرت عمر هم پیمان بود بسته بود با خطاب. و خطاب هم اصلا اونو مثل پسر خودش میدونه و اونو پسر خودش صدا میزد و همیشه اینو میگفتن عامر ابن خطاب، تا اینکه بعد قرآن اومد و افراد ادعوهم لآبائهم، به پدرانشون بنامید، که دیگه بعد این شد عامر ابن ربیعه. و در واقع ایشون اینقدر نزدیک بود با پدر عمر. اما خب عامر ابن ربیعه که همون عامر ابن خطاب مثلا میشه در اون تاریخ، عامر ابن ربیعه با همسرش لیلا، من اسمها رو گاهی فراموش میکنم، لیلا بنت ابی حسمه، چون پیش میاد انتقال، با لیلا بنت ابی حسمه لیلا همسرش کار میکنن؟ مسلمان میشن. قبل از این که حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خونه ابی ارقم رو برای دعوت انتخاب کنه، یعنی جزء نسل اولیه‌ای که اسلام رو پذیرفتن بر اساس اون چیزی که بالاخره در کتب اومده.
لیلا بنت ابی حسمه یا به عبارتی لیلا همسر عامر ابن ربیعه فرزندی به دنیا میاره به نام عبدالله ابن عامر که از این لحظه به بعد ایشون رو میگفتن ام عبدالله، یعنی لیلا رو بهش میگفتن چی؟ ام عبدالله، چون بالاخره فرزندی داشت. این ایمان در درون و روح لیلا بنت ابی حسمه یا به عبارتی لیلا ام عبدالله خیلی تأثیر گذاشته بود و این میتونست با حقیقت الهی، با نور الهی امروز حقیقت زندگی رو بهتر درک بکنه و بهتر زبانش سراسر از صداقت و پاکی بود، رفتارش، حالاتش به یک اعتدال خاصی رسیده بود. مازاد بر همه اینها ایشون یه فراست ویژه‌ای داشت. فراست نیا کنید بین انسان ها خداوند بعضی موهبت هایی به افراد میده، یکی مینی هوشش بیشتره، یکی خطابتش بیشتره، یکی مثلا شنواییش بهتره، یکی استشمامش بهتره، یکی جسمش، هر کسی. فراست هم یکی از موهبت هاست، یعنی انسان ها میتونن بعضی چیزها رو درک بکنن از نگاه. حالا مثل اینکه فرض کنید روانشناسان یا مثل افرادی که خبره هستن از گفتارها خیلی چیزها رو درک بکنن. نگاه کنید لیلا بنت ابی حسمه به عبارت ام عبدالله همسر عامر ابن ربیعه با فراست خودش اسلام عمر ابن خطاب رضی الله عنه رو درک کرد. خب چرا که عمر نگاه کنید عامر همپیمان پدر عمر بود، عامر همپیمان پدر عمر بود، گفتیم عامر ابن خطاب. خب طبیعیه که پس عامر و عمر اینها تقریبا مثل برادر بودن کنار هم دیگه، بزرگترن کنار هم بودن و با هم بودن. همسر ایشون هم که خب لیلا باشه، خب عمر در واقع مثل برادر شوهر برش حساب میشد، یعنی به اصطلاح ارتباطات یعنی این وجود داشته. ایشون با فراست خودش تشخیص میده که عمر میخواد مسلمان بشه. صحنه رو داشته باشید خیلی زیباست. این گفتمانی که میکنه با حالتی که از خودش جلوه میده سبب اسلام عمر میشه. ایشون این حقیقت رو درک میکرده که چگونه هست. داستان رو داشته باشید میگن که خب فشار بر مسلمانان زیاد بود، مخصوصا این نسل اولیه. حتی پدر عمر بر عامر خیلی سختی ایجاد میکرد و قریشیان اینا خب مخصوصا اینها در شرایط آسیب پذیرتری بودن، تا اینکه میگه که یک شرایطی پیش اومد و این خبر هم خب به گوش عمر رسیده بود و اینها نمیدونستن چی کار بکنن و یه روز لیلا بنت ابی حسمه به عبارتی ام عبدالله لیلا به همسرش عامر گفت من در مورد عمر یه چیزی رو احساس کردم. گفت چی احساس کردی؟ گفت بهت میگم. حالا داستان رو داشته ببینید چگونه اتفاق بوده. ماجرا از این قراره، فشار خیلی سنگین میشه. گفتم که مهاجران تحت مسلمانان در مکه تحت فشار سخت بودن، به ویژه بالاخره کسانی که حامی کمتری داشتن. عامر میاد به همسرش لیلا میگه که ما میخوایم از اینجا بعد بریم، ما باید بریم به حبشه و نجات پیدا کنیم، شاید راه دیگری ما نداریم جز اینکه از این سرزمین بریم. خب عامر میره بالاخره دنبال کار و امور زندگی خودش. عمر میاد و میبینه که هنوز عمر مسلمان نشده. نیا کنید گفتم هنوز روزهای اول هست، مثلا سالهای اول مسلمان نشده و خیلی هم سخت بود بر مسلمانان، خیلی سخت بود، رفتارش خیلی عجیب بود و خیلی هم سعی میکرد اون هم زنج و عذاب به مسلمان ها وارد بکنه. اما بی‌دفعه با ام عبدالله به عبارتی با لیلا برخورد میکنه. بعد میگه که شنیدم شما میخواید از اینجا برید، چرا کجا میخواید برید؟ حالات اینو میبینه، شکستگی اینا رو میبینه. میگه بله ما نمیتونیم اینجا الله رو عبادت کنیم، اذیت و آزار میبینیم، شما ما رو تحت فشار قرار دادید، شکنجه میکنید و ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه از اینجا بریم. و شروع میکنه بالاخره یه کمی حالات خودش رو بیان کردن، ظلم و ستمی که بهشون شده. عمر همینجوری نگاه میکنه. غم و اندوه در چهره عمر جا میگیره، یعنی ناراحت میشه، غمگین میشه. شروع میکنه با هم نگاه خودش عمر به این لیلا نگاه میکنه و میگه که چرا اینجوری میبینمتون و فلان. این همینجوری داشته صحبت میکرده و عمر متأثر از حالات اینها میشه و عمر میره از این خداحافظی میکنه در حالی که همینجوری غمگین هست دیگه. هیچ اذیت آزاری هم نسبت به لیلا صورت نمیگیره بخواد شکنجه‌ای بکنه یا ملامتی بکنه. وقتی عمر دور میشه لیلا تشخیص میده چهره عمر رو، حالت عمر رو، میفهمه که عمر داره تغییر میکنه، عمر تغییر خواهد کرد. و خب اینم داشتن آماده میشدن برای هجرت و در هر صورت و عمر خب در عین اینکه خب سختی میکرد در اون حالت، ولی قلب رئوفی هم داشت، نمیخواست که افراد ضعیف و ناتوان شکنجه بشن و فلان و این موارد وجود داشت. تا اینکه لیلا به شوهرش گفت نگاه کن ما داریم آماده میشیم برای هجرت، اما من در چشم عمر، در نگاه عمر، در حالات عمر، صدای عمر یک لطافت و رقت و یک ترحمی دیدم
من به گمانم که عمر میخواد مسلمان بشه. گفت یعنی تو مطمئنی طمع کردی که عمر مسلمان بشه؟ گفت بله. عامر ابن ربیعه گفت بابا خر خطاب ممکنه مسلمان بشه ولی عمر مسلمان نمیشه. خر خطاب مسلمان میشه، عمر مسلمان نمیشه. و عمر اسلام کجا، با اون شدت و خشونتی که داره برخوردی که علیه مسلمانان میکنه. اما قلب لیلا بهش دروغ نگفته بود. زیاد طول نکشید که عمر رضی الله عنه رفت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق اون حوادثی که میدونید و اسلام خودش رو اعلام کرد و تبدیل شد به عمر فاروق رضی الله عنه. بالاخره لیلا با همراه همسرش هجرت کردند در گروه اولیه به حبشه. اینا 12 نفر مرد بودن، 4 نفر زن بودن که حالا در بین این زنها ام رقیه دختر رسول خدا هست، ام سلمه هست که ام المؤمنین ام سلمه بعدها میشه و سهل ابن سهیل هست که سهلت ابن سهیل دختر سهیل هست که هجرت میکنه و همین لیلا بنت حسنه هست که ام عبدالله باشه همسر عامر ابن ربیعه. خب رئیس این گروه هم که خب حضرت عثمان هست که همسرش دختر پیامبر هم هست و هجرت میکنن. اولین هجرت در اسلام هست و خب داستان هجرت این هم داستان سال 5 هجرت هست که دیگه به حبشه میرند و شرایط براشون فراهم میشه. مدتی در اونجا هستند و خدا رو عبادت میکنند و خبر میرسه که بیایید که قریشیان مسلمان شدن. خبر کلی میرسه دیگه، حالا چه توطئه‌ای بوده، نقشه‌ای بوده یا شایعه‌ای بوده. برمیگردن سال همون اواخر سال 5 هجری قبل از هجرت، این سال 5 دعوت به عبارتی وقتی نزدیک مکه میشن میبینن نه مثل که هنوز خبری نیست. برخی برمیگردن به حبشه، برخی در همون اطراف پنهان میشن، برخی بالاخره تو مکه باقی میمونند و دوباره یعنی لیلا با همسر خودش به حبشه هجرت میکنه و لیلا بالاخره با همسرش به حبشه هجرت میکنه، برخی هم در اونجا میمونن. اما شدت اذیت آزار زیاد میشه و ایشون باز از حبشه برمیگرده. باز مرحله دوم پیامبر به ایشون و همسرش مصاحبه اجازه میده که اینها به مدینه هجرت کنن و جزو نسل اولیه هستن که به مدینه هجرت میکنن. هم اسلام ایشون رو هم بالاخره رنج هایی کشیدن، هم هجرت و موارد اینا نیاکنید فضایلی که وجود داره. ابن اسیر در مورد ایشون نقل میکنه سلت قبلتین، یعنی این خیلی مهمه وقتی در مورد شخصی از صحابه نقل به سوی دو قبله نماز خون، به سوی بیت المقدس و به سوی کعبه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خب توجه خاصی هم به تربیت روحی شاگردان خودش داد، تربیت دنیوی، اینها هم تربیت اخروی و اینها رو همیشه به صداقت و حسن سلوک دعوت میکرد. طبیعیه که لیلا هم رضی الله عنها از این دعوت بهره مند میشد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گاهگاهی از خونه ایشون خانواده سر میزد، حال احوالشون رو میپرسه و اون چیزی که لازم بود به اینها بالاخره توضیح میداد. عبدالله ابن عامر نقل میکنه که یه روز مادر من خوند دعتنی امی و مادر من صدا داد و رسول صلی الله علیه و سلم قاعدون فی بیتنا، رسول خدا تو خونه ما نشسته بود. فقالت ها که تعال اعطیک شیئا، بیاد تا بهت چیزی بدم. خوب نکته داشت، خیلی داستان جالبی، طولانی شده اما دیگه چاره نیستیم بگم. میگه پیامبر تو خونه ما بود، مادر من صدا زد دستش گرفت بیا به تو چیزی بدم. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا بهش گفتش که میخوای بهش چیزی بدی؟ گفتم میخوام بهش خرما بدم. گفت نگاه کن اگر یه وقت بهش چیزی ندی این کار دروغه. گاهی آدم میخواد بچه رو با دست خالی بگیره فلان، اگر این کارو نکنی این کار دروغه، یعنی حتما باید چیزی در دستت باشه که بهش بدی. در هر صورت این نکته بود که خواستم نقل بکنم. یاد دکتر احمد صیاد افتادم رحمت الله علیه که یکی از اهالی روستا نقل میشد که بچه‌ای میخواست بزی رو بگیره که مثلا تو روستا دستش خالی بود، دکتر علف که میکنه تو دستش میذاره که میگه که بز رو هم فریب ندی، میخوای بگیری حالا علفی حداقل بهش بده که به خاطر علف بیاد، نه اینکه دست بیاد و تو هم بگیریش دستت هم خالی باشه. این صحابی بزرگوار قدوه و مثل سایر صحابی قدوه و الگویی برای همه مسلمانان بودند و امیدوارم خداوند این نور و رحمت اینها رو شامل همه ما بکنه. تا درس دیگه و جلسه دیگه شما همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.